به به بالاخره شد. ببین یه مدت بود فقط تو فکر این بودم که بیام قشنگ کپی پیست پاشا مجلسی بشم. نمیدونم چرا ولی حال میکردم باش. بعد چند روز پیش نشستم این ویدیوشو دیدم، گفتم حاجی تمومه همینه. ولی وایسا برای پاشا مجلسی شدن سی کمه. نه پس برو که بریم. برگشتم به تخمم. ولی هنوز یه چیزی کمه. نه پاشا همچین لباسی نمیپوشه. دقیقا پاشا همچین چیزی نمیپوشه ولی خب من پایین شلوارک میشیم. آقا حالا داستانش چیه؟ من چرا دوست دارم شبیه پاشا مجلسی بشم؟ اول از همه بگم که اون ویدیو که دیدم واقعا بهتون میگم اولین دفعه بودش که پاشا مجلسی و 20 دقیقه پشت سر هم داشتم میدیدم و اولش میگم قرار وارد یه جهنمی بشم ولی وارد یه ویدیو خب خلاقانه و باحالی شدم. ته ویدیو بود. بعد اینطوری بودش. داستانش چی بود؟ اول بذار اینو بهتون بگم. یه ویدیو شورت، یه ویدیو کوتاه برای اینستا و یوتیوب درست کرده و فکر کنم 10 میلیون فقط بازدید خورد. همین ویدیو که الان براتون میذارم. فهمیدم من چقدر تو زندگیم سیچویشن شیپ داشتم و نمیدونستم اسم این رابطه چیه. یعنی چی؟ با یک آدمی دوست نیستی، دوست عادیت هم نیست، توی دوزیش شاید سکس هم باشه ولی باز فرندز وید بنفیتس هم نیست فقط برای سکس باشه، که یه احساسی قاطیشه ولی دوست دخترت هم نیست یا دوست پسرت هم نیست. رفتی توی مهمونی دوستت دیگه میاد ولی مثلا حواسش بهت هست، داری مشروب زیاد میخوری یهو اونجا برات یه دونه لیوان آب لیمو میاره. اولین کسی که بیاد جلو و بخواد راجع به رابطه بپرسه باخته. یعنی یه قانون نانوشته است که تو اصلا نباید بیای بپرسی رابطه ما چیه. همینجوری میمونین تو این سیچویشن شیپه. شاید اصلا یکیشون تو رابطه هم باشه. سینگلی، اون آدمه هست تو زندگیت. یه مهمونی میخوای بری، اولین انتخابت اینه که با اون بری. اونجا میری کسی نمیفهمه این دوست دخترته یا نیست. با یه کسی اومدی اصلا بپرسن گردن نمیگیرین. بشینی میشینم. یعنی این مدلیه. بعد خیلی کامنت گرفت. برای که پاشا مجلسی تصمیم گرفت 20 دقیقه وقت بذاره همچین ویدیو درست. در حال خب کانتنت تو یوتیوب کم شده دیگه. تو چقدر نمکی کونی. البته قسم تو این نیست. خای مال. آقا عجیب بود این ویدیو، خیلی عجیب بود. چرا؟ یارو متولد 79 بعد میاد میگه اشهد یا اعلام بلا. انا آقا تو خودت 80 اولا، تو چرا داری به خودت هم توهین میکنی؟ حالا یه سال فرقته دیگه، تو با خود ما زندگی کردی بزرگ شدی، فرق میکنه براتون. من از این نسل نیستم. کدوم نسلی؟ نسل 40. والا موضوعش هم حالا ویدیو چی بود؟ هممون دیدیم. سیچویشن شیپ. آره سیچویشن شیپ. هم داشتم درونه میگفتن که ریلیشنشیپ نگید، فارسیشو بگید. حالا فارسیشو خودش نمیدونه یارو، فارسیشو خودش نمیدونه، تو هلاواریوش مونده یارو، بعد به ما میگه انگلیسیشو فارسی بگید. سیچویشنشیپ معنیش میشه رابطه نمیدونم نبا که میدونم فلان. آره معنیش اینه که ما نه با همیم نه بی هم. قانونش هم پاشا اینطوری میگفت اولین نفری که بگه ازت خوشم اومده همون باخته ده. همون باخته. چراشو منم نمیدونم ولی فکر کنم قانونش اینه. یه بار من تو همچین بازی بودم، همچین رابطه‌ای بودم. بعد دختره اینطوری بودش که حالا مثلا دختره ببینیم خانم جانگل، نیک نیمش بود دیگه. خانم جانگل اینطوری بودش که آره ولی نه آره، یعنی با هم آره ولی یعنی برام اعمال میشدیم ولی اعلام نمیشدیم. خلاصه چی میخواستم؟ خلاصه من یه روز رفتم بهش گفتم که خانم جانگل، گفت بله.
با هم اوکیشیم. نه شرمنده، من تازه از یه رابطه اومدم بیرون. بسوز از زندان سوخت جگرم. و اینطور بودم که دیوس تو آره. بعد به من میگی نه من تازه اومدم بیرون. خب غلط کردی. خلاصه دیگه اونجا فهمیدم دوستان از چه برای چند سال پیش ها، 3-4 سال پیشه. حالا یه سری میان میگن چی؟ اینا رو عادی سازی نکنیم. حاجی چقدر گرمه تو. اینا رو عادی سازی نکنیم. بابا اینا عادی نیست، اینا هست، وجود داره. حالا بحث اون خانم جنگل بگذاریم. واقعا یه بار دیگه دوستان ببینم سیچویشن شیپ چطوری برم توش. کرم از خودم ها میبینی برم توش. یه بار دیگه تجربهش کنم بگا برم ببینم بگاییه چطوریه. فکر کنم نه باید دوباره برم. حالا یه موضوع دیگه هم هست مثل همون سیچویشن شیپ هست، بهش میگن اکویشن ریلیشنشیپ، رابطه دوستانه. فارسیش اینه رابطه دوستان. این رابطه دوستانه کی ایجاد میشه؟ موقعی که شما میخوای با یکی ریل بزنی. بعد مثلا اگه که خوشت میاد شماره‌شو میگیری، آیدیشو میگیری، فلان می‌کنی، بیسار می‌کنی، میخوای باش ریل بزنی دیگه. این تو این اکویشن شیپه، یعنی پیش از دوستی، پیش از ریل. و مخشو باید هر جوری شده بزن. من همیشه تو این اکویشن شیپه موندم، یعنی واقعا موندم. یعنی بعضی وقتا زنگ می‌زنم رفیقم داداش اینجا رو چی بهش بگم، یا مثلا دخترم میپرسه چند سالته، من نمیدونم چی بگم. الو حمید چطوری؟ چند سالمه من؟ پسر چی میگی خوبی؟ و اینطوریه، واقعا اینطوریه. بعد میپرسم خیلی زیاد میپرسم و جدیدن یه چیزای حالی شده، میفهمی؟ همین الانی که داریم صحبت می‌کنیم من توی اکویشن شیپم، اکویشن شیپ موندم. سر این داستان اینقدر بگا رفتم، زندگیم بگا نرفتم، تو روابط و توی چه میدونم بیزینس و کار و درس اینقدر بگا نرفتم، تو این بگا رفتم. چون هر کاری میکنمش لعنتی دخترای این زمونه رو نمیتونم بشناسم. مثلا طرف باید حال میکنه ولی تمام تلاشت رو میکنه بگی من با تو حال نمیکنم. خب چی کارت کنم؟ تو هم باید یه تلاشی بکنی. خلاصه از اینا که بگذاریم، حاجی پاشاش کجا بود؟ چرا من پاشا رو نکنه پاشا رو برای ویو فقط گذاشته بودم، دو رفتم سید. از اینا که بگذاریم میرسیم بحث الگوریتم. یه جا پاشا پاشا توی ویدیوش میگه که یه نفر کامنت گذاشته بود براش که کجای راهو، یعنی اشتباه رفتم که من دارم ویدیو توی اولاغا البته با احترام توی اولاغا میبینم. پاشا نشو اسکل جان، کافیه بری تو یوتیوب سرچ کنی سیاوش قمیشی، تا زن و بچه و روابط و چند تا زن گرفته و چند تا مثلا عمل جراحی داشته و چون کنسرتاشو حاشیه با سینا ولی‌الله و این داستان ماست. بعد کافیه 4 تا عکس دختر لاک کنم. حاجی من آبروم سر این چیزا رفته، 4 تا لاک کردم. رفیقم امیر اومده بهم گفته بس کن. میگم چیو؟ میگه انقدر عکس دخترا لاک نکن. میگم بابا من کی لاک کردم؟ میگه کل عکس من شده دختر. میگه حداقل 4 تا دختر خوشگل ما خوشمون بیاد اونا رو هم ما لایک کنیم. ای کثافتا. و واقعا یه مدت اینطوری بود، مثلا من 2 نفر لایک میکردم برای همه میرفت و همه تو اینستاشون میشد دختر. طوری که یه بار بابام زنگم زد گفت چه خبر از دوست دختر؟ گفتم والا خبری نیست، نو نیوز. برگشت گفتش که پسر کل اینستاگرام دخترشو لایک کردی، کل نصف این اینستاگرام هم فالو داری، چته خوبی؟ بعد گفتم خب راست میگه دیگه، راست میگه. اونجا فهمیدم که اگر برای بابای من داره نشون میده دلیل خاصی داره دیگه، پس امیرم دروغ نمیگفت. بعد یه شب با امیر نشسته بودیم داشتیم صحبت کردیم، بهش گفتم امیر ولی گفتم که دقت کردی یه آهنگ غمگین که گوش میدی یا اصلا گوشی تو باز نکردی؟
اصلا از صبح، ولی زار داری گریه میکنی، داغونی، روحی، روانی، منتالی، همه چی داغونی. این اینستاگرامی که یه پست میری بالا پایین، تا چه میدونم نیلوفر آبی پیش رو یه دفعه پلی میشه، یه ویدیوی غمگین میاد، مثلا مادری که فرزندش رو از دست داد، البته خدا برایش کس نیاره، ولی هر چیزایی میاد دیوونه میشی. یعنی کافیه 3 دقیقه که الان کمه، نیم ساعت توی اینستا باشی، بعد نیم ساعت قابلیت خودکشی داری ناموسن. اینقدر این الگوریتمش چرت و پرته. بابا چرا؟ اگر باز دوست دارین همچین ویدیوهایی درست کنم، خودم احساس میکنم یکم کم شد، یکم موضوع کوتاه بود، ولی من خیلی علاقه داشتم بهش، یکی دو شب و واقعا بهش فکر میکردم. ولی باز اگر دوست داشتین بگید، و ویدیو بعدی خدا نگهدار.